فقط 2% آدما میتونن این معما رو حلش کنن. مثل 5 تومن میدم اگه بتونید با کشیدن 2 تا مربع برای هر کدوم از این آدما یه اتاق شخصی بکشی. هزینه کردی. این پول هیچ جا نمیره. ببینیم. این دوتا که توی یه اتاقه. خب بینشون تیغه میکشیم اینجوری. نه دیگه نشو. میتونم یه بار دیگه امتحان کنم؟ خیر. این دوتا چه میشه تکلیفشون؟ اینا اتاقشون اوپنه. نمیشه که. او اصلا از تو به ما خیلی نمیرسی. خودت بگو خلاصم کن بابا. خب جواب. اول همشون رو میذارم توی یه خونه بزرگ. عجیبم غریبا. دیدی گفتم این پول هیچ جا نمیره؟ بله دیگه.